شروع میکنیم به سوال و جواب. بفرمایید خواهر عایشه محمدی، شما بفرمایید خواهرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان عزیز، راستی خواستم فکر شما رو اویدی همین فاجعه داغ روزی که همین روزها شده گذشته بود یک بار فکرتون رو فهمم، چون پس از حادثه فاجعه باری که پسرچه بیگناه تاجیک در مکتب روسیه به هلاکت رسید، راستی نمیدونم چه خیلی احساساتم رو اداره کنم و چه خیلی مناسبت کنم. در فکر افتادم الکی چند روز که ما چه کاری نادرست کردیم که همین تاجیک نه در وطنش آبرو دارد نه بیرون از آن آبرو دارد. چی باید کرد؟ صبر کرد، تحمل کرد، غضب کرد یا که حقارت کرد؟ چی کار باید کرد؟ راستی در همین مسئله حیران و زار شده ماندم. استاد جان یک فکرتون میگفتید درباره همین حادثه‌ای که شده گذشت. تمام خواهرم، درباره کودک 10 ساله سوال داده استادید. بله. درباره قابل جان خطا نکنم نامشون. در حقیقت خیلی گفتید اکنون این را شاید آنهایی که صاحب فرزند هستند و یک بیماری فرزند را دیدن یا مرگ فرزند را دیدن، زیادتر به این جگرشان بسوزد، چیکار کردن را نتوانند. یعنی احساساتی که اون مادری که کودکش را در این حالت دید یا با این حالت از دست داد، یعنی وصف کرده نمی شود. اولا هرچی گوییم هم نمیتوانیم در جای او باشیم، ولی هرچی هست اولا مرگ و زندگی به دست الله هست. آره اونجا قاتل است یا گفتیم آیا اونجا گناهگار است، ولیکن پیش از آن بدانیم که مرگ و زندگی به دست الله هست و کودک دیگر جایش در جنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج کودکانی که به بلاغت نرسیده مردن در آسمان هفتم همراه حضرت ابراهیم میبینند. یعنی برای کودک اونجا از اینجا بهتر است و او در انشاءالله در نعیم پروردگار است. به این باید یقین کنیم. برای همین وقتی کودک میمیرد در نماز جنازه کودک برای کودک دعا نمیکنن، برای پدر و مادرش برای صبر دعا میکنن، چون کودک الکی چی است؟ جای او در جنت است. چیز دیگر برای مادری مظلوم غم دیده دل شکسته که گفته سودم حالت او را وصف کرده نمی شود. انشاءالله وقتی که گفت خدایا بلا از طرف تو هست، تقدیر کودکم است که این گونه از دنیا می رفته است و من صبر رو پیشه می گیرم. یعنی صبر پیشه گرفتن، چرا به سری من آمد، چرا کودکی مرا کشت، مگر من چی گناه کردم؟ گویان این گونه به الله، به آن قاتل نه و به الله وقتی که شکایت نمی کند. در ما حدیث در مسند امام احمد است که وقتی که کودکی به بلاغت نرسیده کشته می شود یا می میرد، به خداوند به فرشته ها می گوید چی کار کردید؟ آیا فرزند بنده من را گرفتید؟ آیا شما میوه قلب او را گرفتید؟ و بنده من در چه حالت بود که خداوند خوبتر میداند این را. و فرشته ها میگویند او ناشکری نکرد، الحمدلله گفت و ان لله و ان الیه راجعون گفت. پروردگار میگوید خانه را در جنت برایش بسازید و نام آن را خانه شکر گذارید. یعنی هر مادری که کودکش را، فرزندش را از دست میدهد و میگوید خدایا من راضی هستم، مرگ و زندگی به دست تو هست، من نمیگویم چرا فرزندی مرا گرفتی، من میگویم من از طرف تو هم هر چی تو گفتی آن میشود و به خداوند شکر میکند و یعنی روکنی و مکنی نمی کند. برای او خانه در جنت انتظار است و این فرزندش انشاءالله شفاعتگری او می شود. اما این مسئله درباره گفتیم آن دنیا بود. در حالت حاضرش چی؟ اولا من نمی گویم مثل یعنی سرود خوانیم و گریه کنیم و چگونه که من وقتی یوتیوب داخل می شوید، یعنی اکثریت مردها در گریه و در سرود و اینها هستند. اولا با گریه کردن و سرود خواندن کاری را دیگر کرده نمی شود. باید این درس باشد. یعنی کشته شدن یک کودک تاجیک در روسیه از دست یک روز برای تمام ما درس باشد که کافر برای ما دوست نمی شود. اگرچه گفتیم روس‌ها هرچی باشن هم از تاجیک خود ما بهتر هستند، روس‌ها به ما جای کار دادن، آش دادن، نان دادن، کافر برای مسلمان دوست نمی شود.
در قلب هر یک کودکت ای پدر و مادر مسلمانی تاجیک جای کن. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یهود و نصرانی، کافر دوست تو نمی شود، همسنیف جانیش باشد، هم ردیف و هم قدمش باشد، کافر دوست شما نمی شود. کافر را به خود دوست نگیرید. نگوید مکتب های روسیه بهتر است، نگوید در بین روس ها خواند و صفت های خوب پیدا کرد. روس، کافر روس، آره مسلمان های روس برای شما همچون برادر دینی انصاف و اخلاق را نگه می دارن، اما کافر دوست نمی شود. این را در قلب های هر یک کودک جای کنیم. و این چونین حضرت عمر میگویند علموا اولادکم رمایه و سباحه و رکوب الخیل. به کودکان خود تیراندازی را، سلاح به دست بودن را، زد و کشت را، ببخشید زد و خورد را، اگرچه کمی سخنم در اینجا درشتر باشد، و اسب سواری رو، یعنی چگونه جنگیدن و دویدن رو، و این چونین یکی غرق نشود شناوری رو آموزید. برای چی همیشه به کودکان می آموزانیم که سری خم رو شمشیر نمی برد؟ برای چی همیشه به کودکان می گوییم که همیشه از جنگ و جنجال دور باش، حرکت کن کسی تو رو زند هم او رو نزن؟ نه، باید مسلمان به کودک خود آموزاند زد باید بزنی، راهش را در وقت زد و خورد باید پیدا کنی. با گریه کردن و شعر خواندن نمی شود. با گریه کردن و شعر خواندن و به این و به آن تسلیت گفتن و به کافر نصیحت کردن نمی شود. کافر نصیحت من و شما را نمی گیرد، چی دختر باشد چی پسر باشد، در کجا نباشد. باید پدر و مادر مسلمان به فرزند خود جسارت را آموزاند. آره کودک است. اکنون والله اعلم هزار یک یعنی چیز را گفته ایستادن که این بود و آن بود، دیگر با جزئیات داخل نمی شویم. ولی فرزند مسلمان باید قوی باشد، از خود دفاع کردن را یاد گیرد، سرش باید بالا باشد، از کسی و از چیزی نترسد، زد باید بزنی، راهی چاره نیست، راهی دیگری را پیدا کنی، سرت را خم نکن. زمانی بود که زمین ما را گرفتن، مردم ما را خادم خود کردن. اگر تو الان در زمین آنها هستی، همون نان دزدیده شان را آمده امروز میگیری، همون خدمت های اجدادانی که به اینها کردن الان تو حقت را میگیری. نگو که تو در زمین اینها هستی سرت باید خم باشد. این بدبختی رو در قلب کودکان جای نکنید. این ترسانچکی، این بیچارگی، این سرود خواندن و گریستن رو خیلی زشت است برای یک مرد. برای بجای اینکه بگوید قوی باش اکنون سرت را بردار، بگوید که سرود خواند و این طرف رود و گریه کند. سبحان الله. چیزی دیگر خواهران عزیز، هر باره که میگویم یک زن تاجیک نباید خادم کافر باشد، هزار یک تو در آنجا دشنام می آید، نان حلال، رزق حلال، تو جای کاری افتاده چیزی دیگر. آخر می توانیم من و شما وقتی که وعده الله هست که رزاق الله هست، کار مناسب را به خود پیدا کنیم. آمیخته شدیم با خون آنها، رفتیم و از پول شستن دانشگاه و باغچه بچه ها و کوچروبی و طبقشویی و چیز دیگر، زنی تاجیک را فقط با این میشناسند. و به فکر شما یک کودکی که مادرش در این احوال است یا پدرش در این احوال است، تا چه اندازه روحیه دارد، تا چه اندازه قوت روحی دارد. یعنی او روزها به ما دوست می شوند یا ما از آنها فایده گرفته ایستاده ایم. گویان داخل روزها شدن و بعد از آن انتظار از آنها خوبی شدن، این فقط احمقی است. خداوند گشته و برگشته در قرآن، در سوره مجادله، در سوره توبه، در سوره بقره از حالت آنها می گوید که کافران با زبانشان نسبت شما چیزهایی که میگویند و ما تخفی صدورهم اکبر، در قلبها هزارها بار شما را بد میبینند. گمان نکنید که آنها شما را دوست میدارند، اینقدر به آنها باور نکنید. و سبحان الله گفته ایستادم زنکی که هیچ کار نمیکند میبرد 4 کودکش را به دستی 2 روس میدهد که در صدیقی روزها کودک من زبان میآموزد. بعد چی میشود؟ با زبان آموختن قدر کودکی تو بالا میشود. 1-2 تاجیک شاید قدرش بالا باشد، اون هم همان تاجیکایی که از کافر فرق ندارد. 2-3 سراینده‌ای که آنها به روزها آمیخته شده رفتن، آنها از روز فرق ندارند، نه دین دارند و نه اخلاق دارند. آنها فقط آن را از ما میخواهند. یعنی چهره روزها رو شناسید، نگویید که به اینها آمیخته میشویم و ما یگان راهی
خوبی را پیدا میکنیم. نه، روزها به جز ذلت ما کار دیگری نمیکنند و نکرده اند. به تاریخ نگاه کنید، کی روز دوست ما شد، کی روز به فایده ما کار کرد. آنها هر کاری که شما میکنید از آن فایده میبینند، برای همین در کارهایشان به شما جا میدن. غیر این یگان روز به ما دوست نمیشود و در فرزندها این چیز رو باید جای کرد. چیز دیگر مسئله محیط است. من پیش از آن که قاتل همین کودک را لعنت کنم، هزارها بار لعنت به اون ظالمانی که یک مادر را مجبور میکنند که بیاید و در روسیه به این کارها مشغول شود و فرزندش را این گونه از دست دهد. هزارها بار آنها را لعنت میکنم و خون این کودک را پیش از آن که به سر یک روس بیاندازید، به سر ظالمان خودمان اندازید که چقدر ظلم به جای رسید که یک مادر برای پاره نان نتواند در کنار خویش و تبار خودش در جای امن خودش زندگی کند، همه را ترک کند و بیاید با فرزندکاش به مهاجرت. اولا باید به آنها لعنت فرستاد. و وقتی که چیزی دیگری که اینجا خیلی مهم است، نقطه دیگر، خواهران عزیز اکثریت مهاجر هستید و برادرانی که مرا میشنوند، بعدن عمر خیلی کوتاه است. عمر خیلی کوتاه است، کوتاه‌تر از آن که من و شما فکر میکنیم. برای خود جای خوب زندگی رو یعنی پیدا کنید. بگذار غمبغلی باشد، بگذار خاک و تراب باشد، بگذار در اطرافتان یا در خانه‌تان از قالین و از خوردنی ها و هر چی که میخواهید نباشد، ولی در اطرافتان انسان‌هایی باشد که شما را احترام کند، انسان‌هایی باشد که برای تاجیک بودنتان شما را تحقیر نکند، انسان‌هایی که برای رنگ و رویتان شما را با نفرت نگاه نکند. روسیه خیلی کلان است، از 6/1 زمین را در بر میگیرد. در روسیه طرفهای کوکز است که در آنجا مسلمان ها زیاد هستند. چرا می آید به پترزبورگ، به مسکو، به شهرهایی که در آنجا به جز یعنی پستی چیزی دیگری رو در تاجیک ها نمی بیند. یعنی در این عمر کوتاه بگذار نان شخ خوریم، در این عمر کوتاه بگذار فرزندانمون خوب نپوشد، اما شرف داشته باشیم، عزت داشته باشیم، سر ما بالا باشد، برای تاجیک بودن نفرت نکنند، برای تاجیک بودن کرد نزنند و این رو پدر و مادر اختیار میکنید و این رو باید با فقط دست کشیدن از لذت های دنیا میتوانیم برای فرزندان مهیا سازیم. اما در این باره که اگر صحبت کردم شاید چند ساعت دیگر دوام کند، با همین قدر انشاءالله به آخر میرسانم. خداوند انشاءالله وعده رسول پروردگار است. کودک بیچاره مسلمان وقتی که به بلاغت نرسیده مرد، او در جنت است. الا پروردگار به مادرش صبر دهد و یقین پیدا کند مادر که او را در آن دنیا میبیند. ولی تاجیک ها با گریه کردن این مسئله رو حل کردن نمیتوانیم، با تعزیه و با ناله کردن این مسئله رو حل کردن نمیتوانیم. راه دیگر رو پیدا باید کرد، با این نمیشود. جزاکم الله خیرا مسعود جان. و ایاکم خیرا. الله نگهبانتان. میگیرم سوال خواهر ام عایشه را. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خورم استاد جان، سوالم همین بود که مثلا در پیش خیلی که میدونم سال نو هست، در همین اکثریت پدر و مادرهایی که مثلا من بعضیشون رو با چشم خودم دیدم، همین ها برای همین جشن که کودکانشون در مکتب میخونند و درصدی همچنین یک مقدار مبلغ جمع میکنن برای گذراندن همین جشن. باز اینکه استادها معلمه هایی که در همین مکتب درس میدهند با طلبه ها چیز میکنن، سپارش میدهند که از ورق و از کارتون هم خیلی بازیچه ها برای همین جشن آماده کنند. میخواستم بفهمم که همین شریعت در همین باره چه حکم کرده است؟ درباره سال نو، الحمدلله سال نو گفته دو این سوال یک بار دیگر تکرار شد. پیشتر اگرچه در این باره صحبت کرده باشیم، فرام عایشه الله حفظتان کند، امروز 23 دکبر است. در حقیقت گویا آنهایی که در روسیه یا حتی در داخل تاجیکستان هم هستند در انتظار سال نو و تیاری هستند. درباره خواهران میکروفون به اهمیت میدهیم. درباره سال نو خواهران عزیز، خودش به خودش معلوم است که نامش را سال نو میلادی میگویند.
یعنی هرچی از فتوا آمد که سال نو به تولد مسیح رابطه ندارد، این سال نو فقط سال یعنی نو شدن سال است، ولی از نامش معلوم است آنچه که عیان است حجت به بیان نیست، سال نو میلادی میگویند. یعنی 25 دکبر را تولد عیسی مسیح میگویند که حضرت عیسی رضی الله صلی الله علیه و سلم یا علیه السلام کی تولد شدن یگان تاریخ دقیق نیست، ولی نصرانی ها این گونه میگویند. از روی دینی اگر سبحان الله این رو نگاه کنیم، نصرانی ها در این روز یا در این وقت پسر خدا تولد شد یا خدا تولد شد میگویند و مسلمان های تاجیک با آنها همراه هستند که انسان از دین خارج می شود. وقتی یک تاجیک برای تولد شدن پسر خدا با روس‌ها یا با کافران همراه است، از دین خارج می شود. تو دیگر به شرک آنها، به کفر آنها همراه هستی. این یک. دویم اگر گفتن نه این به مسیح رابطه ندارد، به عیسی، این فقط سال نو است. عزیزان وقتی گفتید فقط سال نو است، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مدینه آمدن، در اهل مدینه اگرچه همون عرب‌های خودشان بودن، ایدهای داشتن که پیامبر گفتن خرسندی هایتان را خداوند در 2 روزی که برای شما بجای این گذاشت در آن کنید، یکی عید فطر، دیگر عید رمضان. و ببینید که تا چه اندازه یک مسلمان یک تاجیک، بیاید از یعنی کشاد در این باره صحبت کنیم، تا چه اندازه خود را میخواهیم به آنها تشبیه یا مانند کنیم، تا چه اندازه میخواهیم کافران را راضی کنیم که آنها اصلا پروای عید ما را ندارند. عیدی که حق است، عید رمضان و عید قربان، ما میرویم با آنها همراه میشویم و چه خیلی گفتید بازیچه میسازند و پدرکه و چیزی دیگر. یعنی کدام عقل و ایمانت اجازه میدهد ای پدر و مادری که به سال نو کافران، اگر گفتین این به کریسمس یا گفتیم به تولد مسیح رابطه ندارد، سال نو خودش در من و تو نیست، در من و در تاجیک ها این سال نو نیست. در تاجیک ها گفتیم اگر نه ما تاجیک ها سال نو خود را داریم، ببینید نوروز رو اون هم از زردشت است. بیایید همچون یک تاجیک نه همچون یک مسلمان به مسئله نگاه کنیم. در اسلام سال نو خودش هست 1 محرم که اون رو پیامبر جشن نگرفتن. پیامبر حتی سال نو اسلامی رو جشن نگرفتن، پس کجا رسد به گرفتن جشن سال نو مسیحی؟ دویمش سال نو مسیحی یا سال نو که هست، یک بار انسانی عاقل فکر کند چه فایده های دارد چه ضررها. میگویند یک دسترخوان میکشیم، دیگر روز دسترخوان کشایی ندارد، میگویند چه ضرر دارد. ضرر یکمش این است که تمام رقاصه ها، تمام سرودخوان و سراینده هایی که مردم را اینقدر به گمراهی میبرند و باز پول مردم را میگیرند، اونها ایدشان سال نو است. در سال نو چقدر اینها خودنمایی میکند، در سال نو چقدر نوشابه های مست کننده نوشیده میشود، چقدر حرامخوری و زنازنی ها زیاد میشود. خودی سال نو بجز فساد چیزی چرا دارد؟ کدام دولت را ببینید در اطراف یک ارچه یا در یک اطراف یک درخت 90% مردم مست هستند، مردم بی عقل و از هوش رفته هستند. و در این فساد چرا فرزند تو ای خواهر حجابدار من، چرا فرزند تو ای برادر تاجیک حلال خور ما استفاده کند و از این سال نو بگوی که نه فرزندم در زاویه میماند، فرزندم همراه نشود، معلمش با او مناسبت بد میکند؟ مگر ترس معلمه فرزند در قلب ما بالاتر یا ترس خداوند بالاتر؟ آیا اینقدر ما از یک معلمه روس یا از یک معلمه ببخشید یوبکپوش میترسیم که او وقتی گفت به سال نو پول داده شود ما حتما میدیم، یا سری ما رو میبرد، جدا کند، یگان هفته معاملهش بد میشود، یا از مکتب میراند؟ عقیده خود را، توحید خود را، ایمان خود را، شخصیت مسلمانی خود را برای یک شب نباید این گونه زیر پا کرد. یعنی خیلی نفرت آور است، خیلی نفرت آور است که وقتی یک جشن پر از گناه هست، فرزند تو هم در آن اشتراک دارد و تو هم با 1001 بهانه میگویی از همسنفانش نماند، معلمش خفه نشود، ما در دولت مهاجرت هستیم با آنها باید مدارا کنیم. مدارا نیستیم، این معنایش مدارا نیست، این حقارت خودت هست، این بی‌شخصیتی خودت. آیا یگان روسی که به تاجیکستان رفت یگان عید ما رو جشن میگیرد همراه ما؟
اصلا این کار رو نمی کند. او شخصیت خود رو احترام می کند. این ما هستیم این گونه بی شخصیت، این ما هستیم این گونه انسان هایی که هر کجا رفتیم با آنها آموده می شویم. فرزند خود را هر کسی که به سال نو و جشن سال نو میماند عقیده خود را، ایمان خود را، دین خود را زیر سوال میگذارد که ترس الله در شما بالاتر است یا راضی کردن یک درست یا یک دو فاسق، که این را باید درستتر فکر کرد. سبحان الله، این را باید درستتر فکر کرد. یعنی اکثریت پدر و مادر به این چیز اجازه میدن به خاطر راضی کردن معلمه، نه حتی راضی کردن کودک. وگرنه کودک رو با دو کلمه ای که از قلبت می آید تو می توانی راضی کنی. اینجا مسئله دیگر است. و ایاکم. می رویم خواهر امینه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان، اگر از طرف دولت پدرکه بودن همین برای نو اصول نوی ممکنه گرفتن یا نه؟ مادامی که شما طلب نکردید بوکه ندارد خواهرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه مشرکان یا هدیه کافران را قبول میکردن. مادامی که شما یگان خیل به آنجا نام نویس نکردید، شریک نیستید، آوردند و دادن ان شاء الله بوکه ندارد. اما دادن پدرکه شما ممکن نیست. دادن پدرکه شما ممکن نیست. سلامت باشید. خواهر ام سلمان بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله. سوال من در بابت همین فضیلت ماه رجب و خاصتا بعضی خواهرای هستن که عموما توجه ندارند به عملهای صالح و در همین ماه رجب از روزه گرفتنش بسیار سوال میکنن. همین یگان دلیل شرعی داشته باشد یا نه؟ همین نمیخواستم پرسم. تمام خواهر جان. ام سلمان درباره ماه رجب پرسیدن. امروز 3 رجب است خطا نکنم. آره 3 دکبر امروز 3 ماه رجب است. در مسئله ماه رجب یک گروه تماما به بدعت ها دست میزنند، یک گروه دیگر باشد تماما بی‌پروا هستند. بیایید وسط رو بگیریم. در بابت ماه رجب در ما حدیث پیامبر است، آیت سوره توبه هست، آیت 36 خطا نکنم، که پروردگار میگوید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یعنی ماها در نزد پروردگار 12 تا هستند. از اینها 4 تایش ماهای حرم، یعنی اشهر احترامی خاص را داشته هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ذوالقعده و ذوالحجه و محرم 3 تا پی در پی بعد از این رجبی که الان ما در آن هستیم. پس خواهرها این ماه که احترامی خودش را دارد در نزد پروردگار مثل ماه‌های دیگر نیست. چقدر توانیم باید روزه نافله گیریم، نمازهای نافله، علل خصوص از گناه. فلا تظلموا فیهن انفسکم میگوید الله. چقدر میتوانید در این ماه ظلم نکنید. گناه ها در این ماه جزایش 2 برابر نوشته می شود، ثواب هم 2 برابر نوشته می شود. یعنی تمام میتواند مسلمان در این 4 ماه عملهای صالح انجام دهد و از دیگر ماه ها نگاه کرده خود را از گناه دور کند. یعنی این ماه احترام خودش را دارد، یعنی بی‌پروا نمونیم. خصوصا که بعد از این ما اللهم بلغنا رمضان و بلغنا طاعتک خالصه فیها. بعد از این ما ان شاء الله شعبان می آید و بعد از شعبان رمضان. دیگر وقتی که خودمان را در این ماه اصلاح کردیم در رمضان هم اطاعت ما که موسم خیرات و موسم عبادت است دیگر می شود. ولی یک نماز مخصوص، یک نمازهای 100 رکعته یا روزه های مخصوص یا ذکرهای مخصوص ندارد. حدیث هایی که درباره 100 رکعت نماز یا ذکر و روزه آمده است در این ماه یگان دلیل ندارد. دوشنبه و پنجشنبه روزه عادی یا گفتیم 13 14 15 ایام بیضی که در نصف ماه هست گرفتنش سنت است، لیکن روزه مخصوص ندارد. اما از یک طرف ماه عادی هم نیست، ماهی هست که خداوند به این ماه احترام خودش را گذاشته است و طاعت و عبادت چقدر باید تا توان در این ماه زیاد شود. جزاک الله خیرا استاد جان. یک سوال دیگه هم داشتم، بخشش بیاد ممکن باشد. بفرمایید. استاد جان همین جوابی از آن رو دادن یا که همون ذکر دعا و ذکری که بعد از آن است همون استاد ترکش گناهش چی حکم دارد یا واجبین است؟ بعد استاد حتی در همین دولت‌های اسلامی از آن رو از ضبط میمونن، یعنی که یگان مؤذن
بعضا وقتا میخونند و از ضبط میشد. همین حتی از زمان کلامگاه گوش کردن از اون هم نزدیک مسجد باشه حتمی است جواب گفتنش، یا که مثلا قرآن خوانده ایستاده باشی افضل قرآن خوانی است، یا که جواب از اون در همین بابت استاد جان میخواستم از شما فهمم. درباره و یکم درباره اذان حدیث در بخاری آمده است خواهرم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی که اذان رو شنیدید و همان گونه که مؤذن میگوید گفتید بعد از اذان اللهم رب هذه دعوت التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسیله والفضیله و بعث اللهم مقاما محمود الذی وعدته، این دعا رو کردید حلت له شفاعت یوم القیامه، میگن شفاعت من برای شما حلال میشود. یعنی وقتی مؤذن اذان میگوید مثل او اذان را تکرار کردن، فقط در حی علی الصلاه و حی علی الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله گفتن و دعا را خواندن ثوابش خیلی بزرگ است، اما نگفتنش گناه نیست. این از سنت های هست که ترکش گناه نیست و مذمت هم نیست، ولیکن گوید تو اینکه اجر ثوابی زیاد بگیرید، اما کسی ترک کرد باکی ندارد. درباره در وقت اذان صحبت کردن یگان دلیل نیست، از روی آداب میگویند شما به اذان گوش کنید و همراهش تکرار کنید و دعا رو خوانید. یکی قرآن خوانده ایستادید، خصوصا در بعضی دولت ها اذان رو از حد دراز میکنند، گفتید 2 ورق مونده است زودتر بخوانم و بعد از این از پی نماز شدم ان شاء الله گناهگار نمیشوید، اما گفتید نه من اجر اذان رو هم میگیرم و قرآن میخوانم، این باز بهتر است. یعنی من میگویم از ثواب دعای اذان و از اذان محروم نشوید خواهران، یعنی از ثوابش خیلی کلان است و حتی پیامبر چه گفتن شفاعت من برای او حلال می شود. اما گفتید نه من ترک کردم، یا بعضا میگویم بعضی ترک میکنم، برای ترک کننده یگان گناهش نیست و این یگان مذمت و گناه یا مکروهیت وجود ندارد. جزاک الله خیر. و ایاکم خواهرم. بنفشه بفرمایند خواهر بنفشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان سوالم همین بود که چخیلی که در درس گذشته ما فهمیدیم روز قیامت وقتی که از پولی سیرات میگذاری بعد پولی انقره میشه در همونجا حساب ها برابر کرده میشه، مثلا کدومی که از قصد داشته باشه قنطره همون قصد داره میشه که در همین دنیا مقصد که برابر کنده. آره حدیث است که خواهر بنفشه، حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن همدیگر رو حلال کنید پیش از آن که آن روز برسد که دیگر نه تنگه و نه طلای هست و نه بخشش و عذر است. یعنی شما روز قیامت نه از کسی عذر پرسیده میتوانید، نه کسی رو با پولتون با چیزتون راضی کرده میتوانید. اون روز فقط از ثواب خود میدهید یا از گناه او میگیرید. برای همین در این دنیا باید فرصت ها رو غنیمت دانیم و هر کسی که شما در حقیقت میدانید و هر انسان بر عملهای خودش شاهد است که در حقش ظلم کردید، بخشش پرسید یا هدیه دهید و راضی کنید، اگر مرده باشد در حقش دعا کنید. اما هر کسی که میدانید که او گناه کرده است، یعنی شما هیچ گناهی ندارید، من میگویم از ظالم بخشش نپرسید خواهرا. ظالمان با بخشش پرسیدن شما ظلمشان زیاد می شود، بدبختیشان زیاد می شود، خود را حق میدانند. یعنی وقتی میگویی من میخواهم حلالی پرسم، از کسی حلالی پرس که در حقیقت در حقش ظلم کردی، نه از همه. خواهر مرضیه بفرمایند. مرضیه بودن. مرضیه خواهر بفرمایید شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالی من همین بود که میخواستم که در مورد از این دنیا گذشتگی ها معلومات، مثال همین آدم که میمورد، همین جانش که میبراید، آیا در همین عالم ما چیل روز میستد و بعضی آدم ها میگویند که در کاسه آب گرفته شاخچه بیهی را مانیم، بالایش را با داکچه پاشیم، روحش آمده آب را نوشیده به بالای آن کلتکچه می نشیند. بعد روحشون به کجا می رود؟ همین ها رو پرسیدنی بودم از شما. تمام الان نگهبانتان. درباره روح خواهرم ما پیشتر هم صحبت کرده بودیم، درباره برآمدن جان و درباره خرافات های مردم. چه خیلی میدانیم
پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی انسانی مؤمن میمیرد خداوند سکرات موت رو برای هممون آسان کند. خواهرا به گفتن آسان است، هیچ چیزی آسان است. ان للموت سکرات، حتی پیامبر این رو گشته و برگشته گفته بودن. عذاب جان رو حتی پیامبر با عرقهای جبین خود دیده بودن. روح انسان وقتی میبراید اولا روح مسلمان باشد، در کفنهای خوشبو و خوشروی دستی ملائکه بالا میبراید، آسمان به آسمان او را مرحبا میگویند. بعد از تا آسمانی با تا هفتمین آسمان برآمدن تا نزد بالا گشته میفراید به جسم خودش و سوال جواب قبر شروع می شود. بعد از سوال جواب قبر که دین چی است، درباره محمد چی میگویی، خدای تو کی هست، آن انسان اگر مؤمن باشد دیگر نعیم او یا زندگی آرام او در قبر شروع می شود. حتی بعضی ها در شکل پرنده داخل جنت می شوند. حدیث در مسند امام احمد است. برای بعضی ها قبرشان یک خانه بزرگ می شود. برای بعضی ها حتی مثل کودکانی که به بلاغت نرسیدن زندگیشان در آسمان هفتم است و عالم روح عالمی هست که دربارش خبر کم است و عقل ما آن را فرا نمی گیرد و عالم روح هم حیات گوناگون است. به حسب عملهای صالح شما نگاه کرده در آنجا خداوند برای شما یا نعمت یا عذاب را میدهد. و النار یعرضون علیها غدوا و عشیا میگوید الله و یوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. انسانهای دوزخی، انسانهای کافر در جهنم الکی ببخشید در قبر الکی عذاب جهنم را شروع می شود کشیدنشان، اگرچه آسانتر است و آنها در نمودهای عذاب هستند. ولیکن خرافات های ما که شاخ پرک شده می آید مثل پروانه، چه خیلی گفتید بالایی نمیدونم شاخ به هیچ چیزی دیگری می آید، روح در اطراف خانه می گردد آرام باشه 40 روز همینجا هست، یگان تاش دلیل ندارد. روح به خانه می آید، دلیل در این باره وجود ندارد. روح می رود به عالم دیگر که آن هم برزخ است. دیگر در این دنیا کار او تمام می شود. او یا در نعمت است به عملهای صالحش نگاه کرده یا در عذاب. ولی ما برای این روح چی کار کنیم؟ یعنی برای اون مرده چی کار کنیم؟ دعاهای شما خصوصا صدقه که میکنید و ثوابش رو میبخشید. حتی در نزد جمهور علما اکثر علما هر ثوابی که چه قرآن باشه چیزی دیگر میبخشید انشاءالله رفته میرسد. اما اینکه روح همین جا هست یا شاخ برگ آمد یا روحی فلانی آمد و به او کمک کرد چیزی دیگر، شرک است و خرافات هایی که اساس ندارد و عالم دیگر دارد، آن هم عالم برزخ که خداوند برای ما آسان کند. استاد جان یک سوالی دیگر کوتاه داشتم. زود خواهر مرضیه. همین اکواریوم ماهی ها رو در خانه نگاه داشتن ممکن است؟ حیوانچه هایی که در خانه به آنها ضرر نمیرسانه، چی ماهی باشد چی پرنده باشد چی گربه باشد چیزی دیگر، به جز سگ جایز است مادامی که به آنها ظلم نمی شود. چون که در زمان پیامبر هم بعضی کودکان صحابه پرنده داشتن، پیامبر من نکردن. باکی ندارد. الله خیرم و ایاکم.